هافک وسطی که مثل آلمانی دقیقه، مثل اسپانیایی خلاق و مثل برزیلی فانتزی بازی میکنه. یکی مثل ژاوی و اینیستا، یکی از اون بازیکن‌ها که احتمالاً چند سال دیگه به لیست بازیکن‌های اضافه میشه که باید تو به طلا می‌بردن، اما چون وسط زمین بودن از خط دروازه فاصله داشتن بهش نرسیدن. تونی کروس محصول آکادمی بایرنه، ولی لذت بردن از نمایشاش بیشتر سهم مردم مادرید شده. او تو بایرن هانکس سگانه گرفت و یه سال بعد با آلمان قهرمان جهان شد. دور گروهی پاس گلای کروس پروندی پرتغال و رونالدو رو بست و تو بازی تاریخی با برزیل او روی 3 تا از 7 گانه آلمان تاثیر مستقیم داشت. وقتی بایرنیا قدرش رو ندونستن به مادرید رفت. 3 بار با تیم جدیدش قهرمان لیگ قهرمانان شد. او از هر زاویه و هر نقطه‌ای میتونه ضربه‌شو به مقصد برسونه. این طرفدارای سوئد و والنسیا بهتر از هر کسی میتونن.